هر کی دشمن امیرالمومنین بوده آخر عمرش این ابراز تأسف کرده. خلیفه اول گفت ای کاش من فضله گنجشک ها بودم و کنتو نسیا منسیا، هیچ کی منو نمیشه. خلیفه دوم گفت کاش که مدفوع گوسفند بودم یا مدفوع انسان بودم. عایشه گفت یا لیتنی کنتو مت قبل هذا و کنتو نسیا منسیا. اینایی که دارم میگم در منابع شیعه نه، به عنوان کلمات قصار آقایون و خانوما آخر عمرشون کلمه ربانی گفتنه. خلیفه اول گفتش که من بر هیچ چیزی در طول عمرم تأسف نمیخورم الا 3 چیز. یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه. اون لحظه میفهم ای کاش به این خونه حمله نکرد. عبدالله هم همینو گفت من بر هیچ چیزی در طول عمرم تأسف نمیخورم الا اون روز در مسجد کوفه کاش دستم تو دست علی گذاشته بود.